سلام. با برنامه سرزمین من در خدمت شما هستیم. اومدیم استان سیستان و بلوچستان، منطقه مکران، شهرستان سرباز، شهرستان رودخونه ها، دره ها، نگاره ها. باور کنین یکی از زیباترین شهرستان های استان سیستان و بلوچستانه. اگر به شهرستان سرباز سر بزنین و محیط و فضا و طبیعت این شهرستان رو ببینین، باور کنین هیچ وقت فراموش نمی کنین. با ما همراه باشین با برنامه سرزمین من. شهرستان سرباز واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان یکی از شهرستان‌های خاص و بی‌نظیر در استان سیستان و بلوچستان هست که همه ساله پذیرای گردشگران زیادی از اقصا نقاط کشور هست. در این شهرستان تعداد 201 اثر تاریخی در ردیف آثار ملی ایران به ثبت رسونده که از این تعداد ما در جنوب استان اولین شهرستان هستیم که به لحاظ تعداد آثار ثبت شده. آثار مهم تاریخی که در شهرستان سرباز وجود داره برمیگرده به عصر نوسنگی و اولین هنرهای بجا مانده و دست‌ساخته‌های بشری که به صورت سنگ‌نگاره‌هایی در اطراف رودخانه سرباز نقش بسته. کجاست؟ هنوز هست بالاتر. جالبه. نگاه کنید این چیه الان؟ این گوزنه. بله. فکر میکنم گوزنه. گوزن. آره اینم بوزه. خیلی هم خوبه. آقا جابر هم اینجا یادگاری نوشته. این از همون چیزاییه که می‌نویسن روی این نگاره ها. متاسفانه آثار به عنوان وندالیسم. آفرین. وندالیسم همون مریضیه که آدم‌ها میان روی آثار باستانی و تاریخی یادگاری می‌نویسن. خب البته اینها هم خودش یادگاری میمونه برای سالهای بعد که میتونن تشخیص بدن که اون قبلیای ما چجوری بودن، ما چجوری بودیم و بعد رو ما هم مطالعه میکنن قطعا. بریم بالاتر. بفرمایید. از اون ور باید بیاین. باش. خب شما برین یه دوری بزنین. بیاین آقا ما میافتیم الان. از مهمترین آثار تاریخی و بناهای تاریخی شهرستان قلعه سرباز و تلگرافخانه قدیمی شهر سرباز هست که در فاصله 100 کیلومتری محور ایرانشهر به شهرستان چابهار قرار داره که احیا شده به عنوان موزه محلی، تنها موزه محلی جنوب استان سیستان و بلوچستان هست که آثار ما قبل تاریخی در اونجا مربوط به محوطه‌های بنپور و اسپیدج بزمان و همچنین محوطه‌های تاریخی شهر سرباز و شهرستان سرباز در این مکان نگهداری میشه و آثاری از آثار فلزی و آثار مردم شناسی و صنایع دستی هم در این محل نگهداری میشه. در ایام نوروز در کنار قلعه تاریخی سرباز شاخص‌ترین اثر تاریخی اونجا در ایام نوروز در
بهش میگن چیکو. چیکو یا همون کیویه که حالا تو این منطقه یه جوری دیگه بار میادشونه. خیلی جالبه. خیلی عسل داره، کیوی شما عسل نداره. کیوی ما نه، کیوی شهرستانی ها، من خودم هم اینجاییم. عسل نداره کیوی ما، چکوه که عسل داره. پس کیوی ما هسته داره و کیوی شما هسته نداره. آره. حالا میریم اینجا. خب اینجا چی داره؟ این انبه. انبه که راجبش صحبت کردیم و میدونین اینجاست. این انبه. یعنی گل داده انبه. این گل داده و انشالله فکر میکنم برای چه فصل چی میده؟ میوه میده؟ برج سه، مثل خرما. مثل خرما. این میوه گرمسیریه دیگه. میوه گرمسیری. آره. این برج سه انبه میده و اگر بیاین بلوچستان، بیاین سرباز، بیاین راسک، پشت راسک یک جاییه که واقعا دیده نمیشه. یعنی من داشتم از جاده میرفتم، به دوستان گفتم اینجا جایی نیستش که بخوام بریم تصویر بگیریم، که آقای حسینی گفت آقا یک فضای خیلی زیبا داریم بریم اونجا. اومدیم، اصلا واقعا من شوکه شدم. واقعا یه توصیفی از بهشته. صدای پرنده ها، اصلا یک فضای خوبیه. واقعا از دست میدین اگر نیاین راسک. بلوچستان استانیه که ما دیر فهمیدیمش و یکی از مناطقی که دیر شناختیمش و دیر فهمیدیمش سربازه. من به عنوان پژوهشگر مردم شناس و زبان شناس مدت 20 روزه که در سرباز هستم. حوزه کارم ادبیات شفاهی، اسطوره ها، حماسه ها، عاشقانه ها و صورت های آوازی و گفتاری ادبیات شفاهیه. برای گردآوری در واقع صورت های حماسی به این منطقه اومدم. بلوچی سرباز یکی از سره‌ترین بلوچی هاست. سرباز قلب بلوچستانه و بلوچی سرباز رو به عنوان زبان رسمی بلوچستان میشناسن. در این مسیر و در این رودخانه که حوزه تمدنی ازش نام میگیرند و اطراف آن محوطه‌های تاریخی شکل گرفته، دارای دو تا اقلیم متنوع هست. اقلیمی که خاص میوه‌های گرمسیری و استوایی هست در این منطقه در جنوب شهرستان سرباز، که میوه‌هایی مثل انبه، گواوا، چیکو، پاپایا، سیتاپل که میوه‌های بسیار خاصی هستند. خربزه درختی که در همه ایام مختلف شما میتونید از این میوه‌ها دیدن بکنید. این درخت زیتون گرمسیریه. خب این درخت زیتون گرمسیریه. این درخت زیتون در جایی است که یه وعده بار میده، همچنجا سال 12 ماه مثلا زیتون داره. خیلی جالبه. این زیتون گرمسیریه. زیتون گرمسیری نگاه کن. با اون زیتونی که شما تو شمال رودبار میبینین خیلی فرق میکنه و جالب اینه که میگن توی 12 ماه این میوه داره. خیلی جالبه. خیلی جالبه. این زیتونی میگه واقعا جای تعجبه. این موز محلیه، اون موز محلیه. خب از این موزای کوچیکه محلیه. محلی نه، دانه درشته ولی موزه پاکستانی نه. خب حاجی علیگا موز پاکستانی اینشان نسل چه پاکستانی یاردشان نسل واتی یعنی ذات ایران ماهه. مال خود ایرانه. خود ایرانی. آره. این موزا ایرانیه. آره دقیقاً ساخت ایرانه، تولید ایرانه. بیاین اینجا و از این تولید ایران حمایت کنیم و ببینیم. این هم لیمو. اینجا هم لیموه. این انبه است و اونم لیموه. خیلی جالبه. جالب اینه که ما توی یه باغ داریم قدم میزنیم. نگاه کن لیمو. صدا رعد و برق رو میشنویم؟ یعنی نعمت خداست. ما توی یه باغی داریم قدم میزنیم. خرما هست، لیمو هست، انبه هست، موز هست، زیتون هست، چیکو یا همون کیویه هست، شما هست، نارنگی هست. خیلی یعنی حالا غیر از این که حالا یونجه هم هستش. نگاه کنید. ما میگه اسپوس. این لیمو سال 24 ماه 12 ماه بار داره. لیمویه که 12 ماه خود منطقه یمی راست که این لیمو خیلی واقعا من چی بگم، یعنی شما میتونین باور بکنین. خب ما یه منطقه میریم همش سیبه، یه منطقه میریم همش پرتقاله، یه منطقه میریم همش زیتونه، ولی توی منطقه سرباز همه چی هست. توی باغ همه چی هست. اگر میخواین لذت ببریم تو ایام تعطیلات، بیاین سرباز. باور کنین ما الان میخواستیم از اینجا بریم چابهار، شاید شب بمونیم اینجا چون واقعا دلمون نمیاد صبح اینجا رو از دست بدیم. بریم یک دوری بزنیم آجی دیگه ببینیم چی داریم اینجا.
یکی از ویژگی‌های منحصر به فردی که در این شهرستان وجود داره، زیستگاه تنها گونه جانوری منحصر به فرد گاندو به گویش محلی یا تمساح پوزه کوتاه طالابی که در این رودخانه زندگی میکنه و زیستگاهش هست. حدوداً 100,000 هکتار از محوطه حفاظت شده گاندو در این شهرستان وجود داره و صنایع دستی بسیار ویژه‌ای که مردمان این منطقه دارند، اهم از سوزندوزی، سکه‌دوزی، حصیربافی، سفالگری و تسبیح سازی با میوه‌های درخت داز از قابلیت‌ها و هنرهای سنتی این منطقه هست که حتما میتونید در ایام نوروز از این فروشگاه‌هایی که میراث فرهنگی و فروشگاه‌هایی که به همت خود مردم تدارک دیده شده حتما دیدن میکنید. انشالله با سفر به این منطقه از کشورمون که به عنوان یک قطب مهم گردشگری هست، شهرستان رو با یه خاطره خوبی ترک کنید. اینا سوزندوزیه. خب اینجوری مثلا هنر بلوچه. بعد ما اینا رو طراحی میکنیم، مثلا به صورت نوار در میاریم، رو مانتوها باشون کار میکنیم یا نه مثلا تو یقه های مانتو. بعد باشون میشه رو همین حصیربافی که هست، باشون میشه مثلا سفره تزیین کرد یا چیزهای دیگه تزیین کرد. مثل اون بادبزنا هستن، روشون ما سوزندوزی اولش مثلا حصیربافی هست، بعد باشون تزیین کردیم مثل سوزندوزی آینه زدیم. بعد اونا هم تابلو رو دیواری هستن تزیین شده، من باشون سوزندوزی کار کردیم. خب این تولید همین دوستان هنرمنده که اینو ساختن دادن دست من. ماشاءالله بارونی شروع شده. این بارونای اینجا دقیقاً مثل استواست، یه دفعه شروع میشه و دونه‌های درشته. اینجا هم دوستان دارن کار هنری انجام میدن که حالا ما در خدمتشون هستیم. این اسبم اینجا بذاریم. خب چی درست میکنی حاجی؟ ما میگیم پات کلاه درست میکنی. کلاه درست میکنی ها، پات. خب خیلی هم خوب. اینا رو با چی؟ با همین درخت خرما، همین برگ درخت خرما درست میکنه اینا. خیلی هم خوبه. اینم همون از برگ درخت خرما هستش. بیشتر اینجا صنایع دستی که درست میکنن از همین حصیر و اینا با همینا درست میکنن دیگه. حصیر، جانمازی، جانمازی دیگه، مسلم میگن سفره. خب همه چیز درست میکنه، زیاده اینجا. آره، با این برگ درخت خرما همونجوری که تو سراوان و ایران شهر هستش که با داز، برگ داز درست میکنن، اینجا با خود برگ درخت خرما درست میکنن اینو، چون اینجا محصول عمده این منطقه خرماست. خب برنامه امروزمون هم به پایان رسید. سرباز رو دیدین، لذت بردین، مطمئنم انتخاب کردیم برای سفر ایام تعطیلات. بیاین به سرباز، رودخونه‌های زیباشو ببینین. امروز اتفاقات خیلی خوبی افتاد تو برنامه و اون بارون زیبایی که شروع شدش که همه رو خوشحال کرد. اصلا باور نمی‌کنین مردم چقدر خوشحال شده بودن وقتی بارون و تگرگ شروع شد. رودخونه رو هم می‌بینین. دوست دارم سرباز ببینمتون. تا برنامه دیگر سرزمین من، بدرود.